سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. در این قسمت سعی داریم یک داستان معمایی رو برای شما به نمایش بذاریم و به حل اون بپردازیم. پیشنهاد میکنم تا آخر همراه ما باشید و جواب معما رو حدس بزنید. کشاورزی برای خرید یک گرگ، بز و کاهو به بازار رفت. در راه خانه وقتی به رودخانه رسید، برای عبور از آن و رسیدن به خانه باید قایق سوار میشد. اما مشکل اینجاست که او با هر بار عبور از رودخانه فقط میتوانست یکی از خریدهایش را با خودش ببرد. اگر گرگ را با بز تنها میذاشت، گرگ بز را میخورد و اگر بز را با کاهو تنها میذاشت، کاهو خورده میشد. کشاورز یک چالش بزرگ پیش رو دارد. او باید خریدهایش را سالم به خانه برساند. او چگونه میتواند این کار را انجام دهد؟ به شما 10 ثانیه فرصت میدم تا این معما رو حل کنید. جواب: کشاورز باید برای حمل خریدها 7 مرحله را طی کند. اول، بز را بردارد و برگردد. گرگ یا کلم را بردارد و با بز برگردد. سپس کلم یا گرگ را بردارد و برگردد و بز را بردارد. این بود جواب معمای ساده. امیدوارم از این دسته داستان‌ها خوشتون اومده باشه و برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا یار و نگهدارتون.